نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردند. ممنون شما عزیزان هستیم با سوره دیگر از کلام الله مجید و ترجمه معانی آیات آن. سوره مبارکه التکاثر یکی از سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده است و نام این سوره برگرفته از آیه اول این سوره است به معنای زیاده خواهی و افزون طلبی. الله متعال در این سوره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر. ای انسان ها، زیاده خواهی و افزون طلبی در نعمت‌های دنیا شما را سخت به خود مشغول داشته است، شما را غافل کرده از یاد الله متعال. صبح تا شب به دنبال به دست آوردن مال دنیا هستید و ثروت دنیا و هیچ وقت دست بردار نیستید. هیچ زیادتر و زیادتر و زیادتر و زیادتر می‌خواهید. و رسول الله علیه السلام فرمود اگر برای ابن آدم یک وادی از طلا داده بشه به دنبال دومی او خواهد بود و طبیعتا اگر دومی رو بگیره باز به دنبال سومی و چهارمی. و فرمود دهان ابن آدم رو جز خاک پر نخواهد کرد. انسان همیشه زیاده خواهی داره و افزون طلبی. این آیه اشاره به این دارد این سوره و این آیات که نکنه تو در راه این زیاده خواهی و افزون طلبی هدف خود رو فراموش بکنید. نکنه که چنان غرق بشی که یک دفعه غافل بشید و مرگ به سراغت بیاد قبل از اینکه آمادگی گرفته باشی. و نکنه که همش به دنبال فخر فروشی باشی و فخر فروشی بکنی که ثروت من بیشتره، که قدرت من بیشتره، که علم من بیشتره، که لباس من زیباتره، خانه من قشنگتره، مدل ماشین من بهتره، مدل گوشی من بهتره و فخر فروشی کنی بر دیگران تا جایی که حتی برخی در شمردن تعداد افراد قبیله خود در زمان رسول الله علیه السلام به سراغ قبرستان ها رفتن و مردگان خود رو هم میشمردن که ببینید ما تعداد ما اینقدر از قبیله ما اینها مرده های ما هستن و حتی به سراغ قبرستان ها رفتن تا اونها رو هم اضافه بکنن. حتی زرتم المقابر، حتی تا جایی که شما به سراغ قبرستان ها هم رفتید تا بشمارید تعداد مردگانتون رو و این رو هم فخری حساب کنید که تعداد قبیله و قوم ما زیاد است. معنای دیگر این آیه این است الهاکم التکاثر. شما را غافل کرده است از یاد الله متعال، از هدفی که دارید، ثروت اندوزی و ثروت خواهی و افزون طلبی در نعمتهای دنیا. حتی زرتم المقابر، تا جایی که یک دفعه به زیارت قبرها می روید، می میرید و به قبر میرید. الله متعال این قبر رفتن ما رو هم زیارت نامید، چون زیارت یعنی یک سفری که انسان برای ملاقات رفته و نمیماند و میره جای دیگری و اشاره به این داره که قبرستان هم حتی برای شما اونجا برخلاف آنچه که میگویند قبرستان خانه ابدی ماست، خانه ابدی ما نیست بلکه مسافر خانه است. برای رسیدن به خانه ابدی ما قبرستان شما رو چنان افزون طلبی مشغول کرده به خود که یک دفعه مرگ به سراغ شما میاد و شما رو قبر و قبرستان ها شما رو غافلگیر میکنه. یک دفعه میبینید که مردید و دیگر فرصتی ندارید. این همه تلاش کردید تا مال به دست بیاری،
الان داخل این کفنی که در قبر داری چقدر از اون مالی که به دست آوردی همراه تو خواهد بود. برای درک این آیه باید من و تو چشمهای خودمون رو ببندیم و تصور کنیم مردیم. تصور کن که مردی و تو رو کفنت کردن و در تابوت گذاشتن و روی دستها دارن میبرن و آن کنار قبر گذاشتن. و باز تصور کن در خلوت خودت به جدیت بنشین. این اتفاقی که برای من و تو میفته رو تصور کن. تصور کن وقتی در قبر میگذارن من و تو رو و بعد که لحد میگذارن و خاک میریزن و میرن، من و تو داخل قبر، الان من و تو داخل کفن، داخل چند متر جای تاریک و تنگ و خاک سرد. کجا هستیم من و تو؟ کجا رفت اون ماشین ها و سواری های گران قیمتی که سوار می شدی، لباس های مارک داری که می پوشیدی، ساعت های فاخر، جواهراتی که به گردن می کردی، آرایش های گران قیمتی که رقابت داشتی با دیگران در استفاده از آنها، مد لباس، مد مو، مدارک تحصیلی و پست و مقام دانشگاهی، پست و مقام ریاست و وزارت و سفارت و پادشاهی و اون تجارت ها و کارخانه ها و خانواده، همسر زیباروی، دوستان عزیز و دوست داشتنی، فرزندان زیاد کجا رفتن؟ همه و همه من و تو رو ترک کردن و رفتن. من و تو موندیم و قبرمان، من و تو موندیم و کفنمان. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیاده خواهی و افزون طلبی شما رو چنان غافل کرده است که یک دفعه مرگ به سراغ شما میاد و شما رو غافلگیر میکنه. کلا سوف تعلمون. هرگز اینطور نیست که فکر کنید حساب و کتابی نیست. مشکل اینه که ما خیلی وقتا از مرگ غافلیم، از حساب و کتاب غافلیم، یا ایمان ندارن بسیاری از انسانها، یا اگر ایمان دارن با اون معنای واقعی ایمان در وجود ما نهادینه نشده، در قلب ما، در روح ما، در زندگی ما مشاهده نمیشه این ایمان. کلا سوف تعلمون. هرگز اینطور نیست که شما گمان میکنید و شک و تردید دارید. سوف تعلمون. به زودی خواهید دانست. وقتی داخل قبر قرار میگیرید حقیقت دنیا رو میفهمید. ثم کلا. باز همینطور نیست که شما فکر میکنید. سوف تعلمون. بعد از قبر دوباره باز بیرون میشید، صحرای محشر. باز آنجا خواهید فهمید که حساب کتاب یعنی چی. باز خواهید فهمید که آنجا چه معامله‌ای با شما خواهد شد، که بهشت حق بود، که جنت حق بود، که جهنم حق بود، که صحرای محشر حق بود، که پل صراط حق بود، که حساب و کتاب حق بود، که الله متعال و ملائکه و انبیا و کتاب‌های آسمانی و دین همه اینها حق بودن. اون موقع است که اگر شما این رو الان بدانید خیلی به نفع شماست. این حقیقت رو الان درک کنید قبل از اینکه آنجا بدانید. کلا. هرگز اینطور نیست که فکر کنید حساب کتابی نیست. لو تعلمون علم الیقین. اگر میدانستید با علمی که بر مبنای یقین است، اگر یقین می‌داشتید، علمی یقینی می داشتید که در تک تک سلولهای وجود شما و بدن شما احساس می شد این یقین، با قلبی پر از یقین، با مغزی و اعتقادی پر از یقین، با وجودی پر از یقین که من می میرم، که در قبر میرم، که از قبر بیرون میشم، حساب کتابی خواهم داشت. اگر این گونه فکر می کردی به دنیا، اگر این گونه یقین می داشتی که همین ها رو می بینی که تو گودال عظیمی به نام دوزخ و جهنم پیش روی توست، اگر یقین می داشتی لترون الجحیم که به زودی یقینا دوزخ رو خواهید دید و به شما نشان داده می شود و یه عده‌ای در دوزخ می افتند، ثم لترونها عین الیقین. اگر یقین می داشتی و سپس یقینا با چشم سر هم می بینی و این اتفاق می افتد، این کارها رو نمی کردیم. یقینا دوزخ پیش روی شماست. الان علمش رو با یقین باید داشته باشی. الان باور نکنی فردا چشم تو یقینا علم الیقین بعد اون موقع به عین الیقین تبدیل خواهد شد. با عین یقین میبینیم، با چشم سر میبینی. اون کسانی که امروزه باور ندارن، علم یقینی ندارن، عین یقینی پیدا خواهند کرد. اما چه فایده؟ اما کسانی که علم یقین دارن، این یقین هم که ببینن، میگوین که ما میدانستیم که این حساب کتاب خواهد بود، ما میدانستیم که جنت و ناری هست. قبل از این که عین الیقین بشه برای من و تو، باید علم الیقین بشه تا فایده بکنه. وگرنه علم عین الیقین و آن دنیا، اگر علم یقین این دنیا قبلش نباشه چه فایده میکنه؟ وقتی که انسان بدون باور بره، اون موقع دیگه باور چه فایده ای داره اون دنیا؟ چون فرصت جبران نیست، چون فرصت برگشت نیست، چون فرصت عبادت از سر نو نیست، توبه کردن و بازگشتن به سوی الله متعال نیست.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سپس آن روز حتما، قطعا، یقینا با 3 تا تاکید، لام تاکید در ابتدا، نون تاکید ثقیله در انتها 2 تا تاکید و لام در ابتدا 1 تاکید، 3 تا تاکید، حتما، قطعا و یقینا. الله متعال از همه شما سوال خواهد کرد، از همه نعمت‌هایی که به شما داده خواهد شد و به شما داده شده است. ای انسان، و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که به تو داده شده از آن الله متعال است. اگر خوشگلی، اگر زیبایی خواهر من، اگر خوشگلی برادر من، اگر قشنگی، مدلی مانکنی، این زیبایی رو الله متعال به تو داده. اگر چشمان قشنگی داری، اگر بینی قشنگی داری، اگر صورت و لب و دهن قشنگی داری، اگر قد و قامت رعنا و والایی داری، اگر هنر داری، اگر باهوشی، اگر زیرکی، اگر خوش اخلاقی، اگر هر نعمتی که داری، این وعده الهی است، نعمت الهی است، لطف الهی به تو است. چرا مغرور میشی؟ چرا فراموش کردی که الله متعال از همه این نعمت‌ها از من و تو میپرسه؟ اگر ثروتی به تو داده الله متعال، اگر سلامتی داده، اگر خانواده خوبی داده، همسر خوبی داده، علم داده، قدرت داده، توانایی داده، موقعیت اجتماعی داده، جایگاه داده، ایمان به تو داده، هر چه از آن الله متعال آمده است پیش من و تو، اینها امانتی است از آن الله متعال. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تک تک این نعمت ها رو باید پاسخ بدی روز قیامت. نعمت هایی که الله تعالی به تو داده، چشم به تو داده بود، در چه راهی استفاده کردی؟ گوش به تو داده بود، در چه راهی استفاده کردی؟ قلبت رو، مغزت رو، دستت رو، پای خودت رو، جمال خودت رو، کمال خودت رو، مقام خودت رو، ثروت خودت رو، علم خودت رو، از چه راهی به دست آوردی ثروت رو، در چه راهی خرج کردی؟ جوانی خودت رو در چه راهی استفاده کردی و چگونه زندگی کردی؟ هر چه که ما داریم در دنیا، همه اینها رو باید حساب کتاب بدیم. اینطور نیست که دنیا همینجوری تقی به توقی خورده باشه و همینجوری بی حساب کتاب همه چی ایجاد شده باشه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان می‌برید که من الله تعالی شما رو بیهوده آفریدم، به سمت من بر نمیگردید؟ هرگز اینطور نیست. حساب کتابی داره. در این دنیا هر چیزی حساب کتابی داره. هر چیزی بر اساس حساب کتاب است. همین حساب کتابی که علم فیزیک رو ایجاد کرده، علم شیمی رو ایجاد کرده، علم ریاضیات رو ایجاد کرده، علم نجوم رو ایجاد کرده، چون همه چی حساب کتاب داره. این علوم ما یعنی همه چی بر اساس حساب کتاب است. این قانون ها، این فرمول ها، همش نشان از این داره که دنیا حساب کتاب داره. زندگی من تو موقعی وسط حساب کتاب نداره. تمام وجود من تو، سلول‌های تک تک سلول‌های بدن من تو حساب کتاب داره. اون موقع رفتار من تو حساب کتاب نداشته باشه؟ اون موقع رفتار ما انسان ها با یکدیگر حساب کتاب نداشته باشه؟ مگر میشه؟ این امکان داره؟ مگر امکان نداره که حساب کتاب نداشته باشه؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سپس از هر آن نعمتی که الله تعالی به شما داده از شما پرسیده خواهد شد. پس فرصت رو غنیمت بشمار. وقت قدر فرصت های خودت رو و زمانی رو که در اختیار داری بدان و این فرصت رو استفاده بکن. از زمانی که داری بهره مند شو. در سوره بعد الله متعال درباره این فرصت و درباره این زمان صحبت می‌فرمایند و درباره اون فرصت عمر انسان که انسان چگونه میتونه که از این فرصت استفاده بکنه و نعمت‌هایی رو که بود داده چگونه شکرگزار باشه. در سوره مبارکه العصر، سوره مبارکه العصر یعنی زمان، عصر یعنی زمانه، یعنی زمان. عصر به وقت عصر هم گفته میشه، نماز عصر، آخر روز، بخش پایانی روز. این سوره از کوچکترین سوره‌های قرآن است که 3 آیه داره و از پرمعانی ترین آیاتی است که در قرآن کریم، یعنی سوره است که بر عین کوچکی معانی بسیار بالایی داره و برخی از فقها و علما گفتن که اگر همین سوره از قرآن کریم مورد توجه و تأنی قرار بگیره برای هر انسانی، سعادت او رو ضمانت میکنه به شرطی که به محتوای این سوره عمل بکنه. سوره بسیار عظیم و معانی بسیار بالا، در عین اینکه 2 خط بیشتر نیست و 3 آیه است و بسیار کوچک است از لحاظ تعداد آیاتش، از کوچکترین سوره های قرآن است. سوره مبارکه العصر، الله متعال در این سوره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، قسم به زمانه، قسم به زمان، قسم به تاریخ بشر. تاریخ بشر گواه است. تاریخ انسان‌های صالح و انسان‌های بد، تاریخ زندگی بشر روی این کره زمین خودش بهترین گواه و مدعاست. قسم به زمانه، قسم به تاریخ، قسم به زمان. زمان، انسان بخشی از زمان است.
انسان بخشی از زمان است. الله متعال به زمان قسم میخورد تا به ما چیزی رو بگه. قسم که چی؟ قسم به زمان. خب قسم که چی؟ ما قسم میخوریم تا یک چیزی رو تاکید بکنیم. قسم برای تاکید بیان یک حقیقتی است. قسم به زمانه که ان الانسان لفی خسر، همان انسانیت، انسانها در زیانن، در ضرر هستند. قسم به زمانه، زمانه شاهد است. تاریخ انسانهای خیر و انسانهای بد و شر گواه است که انسان در حال زیان است. ان الانسان لفی خسر، انسان در حال زیان است. چرا در حال زیانه؟ چون انسان یعنی قطعه من الزمان، انسان یک بخشی از زمان است. انسان یک تاریخی داره. عمر انسان یعنی یک قطعی از زمان، 50 سال، 40 سال، 60 70 سال، 10 سال، 20 سال. این عمر انسان است. یعنی چی؟ یعنی انسان یک بخشی از زمان است که هر ثانیه‌ای که از این عمر انسان میگذرد بخشی از عمر انسان کم میشه. ما هر چقدر بزرگتر میشیم در حقیقت داریم کوچکتر میشیم. اگر از من و تو بپرسن چند سال داری، نباید بگیم 30 سال، 40 سال، 50 و یا 60 و 70 سال داریم، بلکه باید بگیم 30 سال، 40 سال، 50 و یا 60 و 70 سال رو نداریم. نمیدانیم چقدرش باقی مانده است. اما یقینا هرچی ما به سمت بالا میریم، ما در ظاهر هرچی بزرگتر میشیم در حقیقت کوچکتر میشیم، چون زمان ما در زمان باقی ماندن ما در این دنیا کمتر میشه تا اینکه به پایان میرسیم. انسان بخشی از زمان است که خود گذر زمان سبب ضرر کردن انسان است، چون انسان هرچی از وقتش میگذره عمرش کمتر میشه. خود همین گذر زمان هم زیان است برای انسان. والعصر، قسم به زمانه که وجود انسان است، که بهترین معنا برای تعریف انسان است. بخشی از زمان، تاریخ گواه است و قسم به زمانه که انسان در ضرر است. همین طوریش هم در ضرره. انسان هر ثانیه‌ای که از عمرش میگذره ضرر میکنه، چون از وقت عمرش و سرمایه زندگیش کم میشه. الا الذین آمنوا، مگر کسانی که در این فرصت چند صباح عمر و چند سال عمر ایمان آوردن. علم به حق و حقیقت، شناخت حق و حقیقت و باور حق و حقیقت میشه ایمان. الا الذین آمنوا، ایمان آوردن، حق رو دریافتن و پذیرفتن، علم پیدا کردن به حق و حقیقت و قبولش کردن، ایمان. و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، یعنی به مقتضای آن علم و حقیقت و ایمانشون عمل کردن. ایمان آوردن، به مقتضای ایمان عمل کردن. و تواصوا بالحق، و دیگران رو سفارش کردن به این حق و حقیقت. خودشون ایمان آوردن، به مقتضای ایمان عمل کردن و دیگران رو هم به آن ایمان و عمل صالح دعوت دادن، و امر به معروف و نهی از منکر کردن. و تواصوا بالصبر، و صبر کردن بر چی؟ بر اون ایمانی که آوردن و شناخت حق و بر عمل صالحی که انجام دادن و بر دعوت دیگران به ایمان و عمل صالح صبر کردن. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن یعنی خودشون رو اصلاح کردن. و تواصوا بالحق، و دیگران رو هم خواستن بیارن در این راه و تلاش کردن دیگران رو هم نجات بدن. و تواصوا بالصبر، و سفارش کردن به صبر خودشون رو و دیگران رو در راه آوردن دیگران به حق و حقیقت. انسانها رو نجات دادن. مگر انسانهایی که خودشون حقیقت رو درک کردن و به محتوای اون عمل کردن. عمل صالح یعنی دوری از گناهان. دوری از گناهان خودش میشه عمل صالح. بزرگترین عبادت دوری از گناهان است. در این عمل صالح دوری گناهان هم نهفته است. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خودشون رو پاک کردن و به فکر دیگران هم شدن. تنها این نیست که خودشون نجات بده. مؤمن اینجور نیست که فقط گلیم خود رو از آب بکشه بیرون، دیگران رو هم باید نجات بده. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از شما باید باشن امتی که خودشون انجام بدن و دیگران رو دعوت به امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. والعصر، قسم به زمانه، تاریخ انسانهای بد و تاریخ انسانهای نیک گواه است که ان الانسان لفی خسر، انسانها زیان کردن مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و دیگران رو به این ایمان و عمل صالح دعوت کردن و در راه این دعوت به ایمان، در راه ایمان و در راه عمل به اقتضای ایمان و همچنین دعوت دیگران به ایمان و عمل به اقتضای ایمان صبر کردن.
و حوصله به خرج دادن، صبر کردن در مصیبت ها، صبر کردن بر عبادت ها، صبر کردن در انجام ندادن گناهان. صبر انواعی داره: صبر بر مصیبت، مشکلات و سختی های دنیا، صبر بر عبادت ها و صبر بر گناه نکردن، صبر بر گناهان، صبر در برابر وسوسه های شیطان و نفس، صبر کردن. اینها رستگار شدن، اینها ضرر نکردن. همه انسان ها ضرر کردن به جز اینها. راه و رمز فلاح و رستگاری اینجاست. انسان ها همه ضرر کردن. انسان بخشی از زمان است به جز کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. اینجا صحبتی از پول نیست، اینجا صحبتی از مدرک تحصیلی نیست، اینجا صحبتی از تیپ و قیافه و قدرت نیست، اینجا صحبتی از جمال و قوم و قبیله و طایفه نیست. ایمان و عمل صالح، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. هر آنچه که قرآن و حدیث گفته انجام دادن و دیگران رو هم تشویق کردن به این کار و صبر کردن در این راه، در راه ایمان، در راه عمل صالح، در راه دعوت به ایمان و عمل صالح. این رمز خوشبختی و رستگاری و سعادت است. و این سوره خلاصه کرده برای ما کل دین رو. سوره عظیم، سوره عظیم. اینها رستگار شدن. اما در سوره بعد الله متعال می‌فرماید کسانی هستند که اینجوری نبودن، به این گونه نمیرن، اینها ضرر کردن، اینها بدبخت شدن. سوره مبارکه الهمزه از سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده و همچنین به معنای کسی است که طعنه میزنه و غیبت میکنه. هر دو معنا رو ذکر کردن مفسرین دربارش. الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزة لمزه. وای بر هر کسی که طعنه میزند و عیبجویی میکند، یا برعکس بر هر کسی که عیبجویی میکند و طعنه میزند. عیبجویی کردن، عیب کسی رو گفتن پشت سر اوست و طعنه زدن روبرو. کسانی که طعنه میزنن، مسخره میکنن، نیشخند میزنن، کسانی که غیبت میکنن، کسانی که با آبروی انسان ها بازی میکنن. دو سوره با ویل شروع میشه: ویل للمطففین، ویل لکل همزة لمزه. این دوتا وای بر کسانی که کم فروشند، با مال مردم رو به اونها کامل نمیدن، و وای بر کسانی که با آبروی مردم بازی میکنن. وای به کسانی که با مال مردم بازی میکنن، وای به کسانی که با آبرو و جان و ناموس مردم بازی میکنن. وای بار اینها. مواظب باشیم که به مال، جان، ناموس و آبروی مردم دست دراز نکنیم. ویل لکل همزة لمزه. وای بر هر طعنه زن عیبجو، الذی جمع مالا و عدده. اون کسی که مال زیادی رو جمع آوری کرده و میشماره اینها رو، هی حساب کتاب میگیره مالهای خودش رو، به دنبال ثروت و فرصت و قدرت خودش است. غالبا انسانی که در مسائل اخلاقی دیگران را مسخره میکنه و تمسخر میکنه و عیبجویی میکنه، این ضعف شخصیتی داره و سعی میکنه ضعف شخصیتی خود رو با مال و ثروت جبران بکنه و فکر میکنه پول همه چیزه. فکر میکنه این آقا چون پول داره دیگه بهترین است، حق داره دیگران رو مسخره بکنه، حق داره فقیر رو مسخره بکنه، یتیم رو، مسکین رو، درمانده رو، و حق داره هر کاری بخواد بکنه، حق داره که ایشون دستور بده، حق داره و حق داره و حق داره. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. چرا که این گمان میکنه که این مالش او رو جاودانه میگرداند. فکر میکنه چون آقا مال داره دیگه نمیمیره، حساب کتابی هم نداره، قبرم نداره، و فکر میکنه این آقای عالم است، چون مال داره خدا اینو بیشتر دوست داشته، پس این هر کاری که دوست داره انجام میده. نه خیر. یحسب ان ماله اخلده. کلا، هرگز اینطور نیست. هرگز اینطور نیست که شما فکر بکنید چون مال داری، قدرت داشته باشی، خدا تو رو بیشتر دوست داشته و بیشتر به تو داده و فکر کنید که مال تو رو جاودانه میکنه و از عذاب الهی و از پیش روی تو قبر و حساب کتاب پیش روی تو جلوگیری میکنه و نمیتونه قبر به سراغت بیاد و مرگ به سراغت بیاد و تو میمانی، جاودانه میمانی. هرگز اینطور نیست. هرگز اینطور نیست. بعضیا فکر میکنن ثروت سبب افزایش طول عمر انسان میشه و فقر سبب کم شدن عمر انسان میشه. هرگز اینطور نیست. افزایش عمر انسان نه ربطی به ثروت داره و نه ربطی به فقر. کم شدن عمر یک شخص ربطی به ثروت و فقرش نداره. نه ثروتمند میتونه با عمرش اضافه بکنه و نه فقر فقیر چیزی از عمرش کم میکنه. عمر به دست الله متعال است. فکر نکنه کسی که ثروت داره که این همیشه میماند. کلا لینبذن فی الحطمه. این انداخته خواهد شد در حطمه، اون جایی که این رو در هم میکوبه، اون رو آسیابش میکنه.
له میکنه این رو و اون رو خورد و خمیرش میکنه. و ما ادراک ما الحطمه، تو چه میدانی که این آسیاب، این حطمه ای که خورد و خمیر میکنه و در هم میکوبه این شخص رو، کسی که مالشون رو از الله متعال دور کرده، مغرور کرده، دیگران رو تمسخر میکنه، مسخره میکنه و آزار و اذیت میده. و ما ادراک ما الحطمه، و تو چه میدانی که این چه جایی است این حطمه، این حطمه ای که میافته اونجا، تو چه میدانی؟ کسی به تو گفته که چه جایی هست؟ نار الله، آتش الله متعال الموقده، برافراشته شده برای همچین انسانی. الذی جمع مالا و عدده، مال جمع میکنه و میشماره، همزه لمزه، مسخره میکنه، طعنه میزنه. وای به حال ثروتمند بددهن بد اخلاق طعنه زدن عیبجوی مسخره کننده دیگران. کلا لینبذن فی الحطمه، به دوزخ خواهد افتاد و خورد و خمیر خواهد شد. چرا؟ چون با این حرفاش خورد و خمیر میکرد دیگران رو، با این تمسخرهاش، با این عیبتهاش، با این اهانتهاش دیگران رو میشکست، خورد میکرد، خمیر میکرد. الله تعالی مثل خودش باش رفتار میکنه، اون رو در دوزخ میاندازه و خورد و خمیرش میکنه، خار و ذلیلش میکنه. التي تطلع على الافئده، اون آتشی که به قلبش میرسه، پوستو که میسوزونه میرسه به قلبش، با اون قلب پر از کینه و پر از حقد و پر از تمسخر و پر از غرور و پر از تکبر و پر از صفات رذیله رو با آتش میکشه. تطلع على الافئده انها علیهم مؤصده، هیچ راه فراری هم نداره، سقفش پوشیده است. جهنم و فضای در بسته است، جهنم بر آنها بسته شده است، هیچ راه گریزی وجود نداره. فی عمد ممدده، در ستونهای بسیار طولانی بسته شدن، ستونهای از آتش اینها رو فرا گرفته. در این دوزخ بسته است، بر ستونهای بلند و طویل گذاشته شده، در پوشی عظیم بر این دوزخ که هیچ راه فراری بر آنها نیست. دیوارهایی از دود و آتش در دوزخ اینها رو فرا گرفته و اینها رو عذاب میکنه و هیچ راه فراری ندارن. ویل لکل همزة لمزة، بای بر هر طعنه زن عیبجو. خیلی بده این صفت. مواظب باشیم با آبروی کسی بازی نکنیم، بسیار خطرناک است. با آبروی کسی بازی نکنیم، مسخره نکنیم کسی رو، طعنه نزنیم، اهانت نکنیم، به شخصیت دیگران احترام بگذاریم تا به شخصیت ما احترام گذاشته بشه، همین در این دنیا هم در آن دنیا. با استفاده کنیم از فرصت زندگی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انسان ها زیان کردن مگر کسانی که ایمان آوردن و به اقتضای ایمانشون عمل کردن و دیگران رو به این ایمان دعوت کردن و عمل به این ایمان و صبر کردن در راه، هم خودشون صبر کردن هم دیگران رو سفارش به صبر کردن. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انسان وقتی حق و حقیقت رو فهمید صبور میشه و باید صبر بکنه. سفارش بکنیم دیگران رو به صبر، سفارش بکنیم خودمون رو به صبر، به دیگران یاد بدیم فقط به فکر خودمون نباشیم، به فکر نجات اطرافیان خودمون هم باشیم و افزون طلبی و افزون خواهی ما رو غافل نگردانند که یک بار انقدر غرق مال دنیا بشیم. فرصتی بگذاریم برای عبادت، فرصتی بگذاریم برای خودسازی. همون روزی که هر روز حساب کتاب میکنیم، گنجینه خودمون رو، دخل خودمون رو، درآمد خودمون رو حساب و کتاب کنیم، دینمون رو، اعتقادمون رو، باورمون رو. ما نمیدانیم در کدوم یک از روزهای عمر میبریم، یک تصادف، یک اتفاق، یک بیماری، یک حادثه ما را از این دنیا میبره و فرصت برای توبه نخواهد بود بعد از مرگ. قبل از اون زمان رو غنیمت بشماریم تا از جمله زیانمندان نباشیم. الله متعال شما رو حفظ بفرماید. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني